کوفته هات وا میره یا اصلا درست نمی‌کنی میترسی سخت باشه؟ من با یه روش راحت این کوفته تبریزی اصیل و خوشمزه رو بهت یاد میدم. گوشت چرخ کرده نیم کیلو، یه دونه پیازی که ریز خورد شده و آبش گرفته شده، نمک و فلفل و زردچوبه و پودر تخم گشنیز و پودر سیر، 2 قاشق غذاخوری رب، سبزیجات خشک مثل ترخون و مرزه 3 قاشق غذاخوری با خرد کن حسابی بزنید تا مخلوط بشن. جعفری و گشنیز خرد شده 1 لیوان و یه دونه هم تخم مرغ. برنج آبکش شده نصف پیمانه و لپه نیم پس شده 1.5 پیمانه. مواد اولیه ما هیچ کدوم خیس نبود، در واقع آب نداشت. حالا با هم کاملا ورز خوردن و میبینین چقدر منسجمن. به 6 قسمت مساوی تقسیم کنین. مواد داخل کوفته تبریزی هم معمولا تخم مرغ آبپزه. ما چون دوست نداشتیم از همون آلوی بخارا و زرشک و گردو استفاده کردم. همونطور که توی تصویر میبینین طوری باید گردش کنین که هیچ ترکی روش نباشه. اگه موادتون چسبنده بود و راحت گرد نمیشد 1 ساعت داخل یخچال بهش استراحت بدین، بعد شروع کنین به گرد کردن. الانم که دارم سس کوفته رو درست میکنم بازم کوفته های آماده رو توی یخچال بهشون استراحت دادم تا کاملا سرد بشن. برای این سس هم یه پیاز داغ درست کنین، نمک و فلفل و زردچوبه و ادویه‌های دلخواه و رب بزنید، آب جوش اضافه کنین، کوفته های سرد و از داخل یخچال خارج کنید، بذارید داخل این آبی که در حال جوشه و آلو بخارا بهش اضافه کنین. از این سس داغ روی کوفته ها بریزین، حرارت کم باشه، درش هم نذارید. بعد از 1 ساعت برشون گردونین. من زهره قاسمی ام، کلمه کوفته رو کامنت کن تا بقیه نکات رو توی دایرکتت بفرستم.